هیچ چیزی اتفاقی نیست. امروزم مثل هر روز کائنات داره باهات حرف میزنه. سلام و درود به روی ماهتون. من پری هستم. اگر الان داری این ویدیو رو نگاه میکنی یعنی یک پیامی هست که دقیقاً برای تو فرستاده شده. شاید یه هشداره، شاید یک نشانه هستش، یک فرصت یا یک فرصت جدیدی که میشه گفت چشماتو به یه نشونه‌ای داره باز میکنه. بذار امروز فال تاروت ببینیم مسیر ذهنت رو چطور میتونه روشن بکنه. اگه حاضر هستی بریم برای فال هر ماه تولد شما. ازت میخوام اول کانال منو سابسکرایب بکنی، لایک بکنی این پستو و کلمه اول اسمت رو برام کامنت بکنی. خب بریم سراغ تاروت لنور ببینیم که چی میخواد بگه برای ما. نیت کن. خب برای فروردینی عزیزم میگه توی جمعی نشستی، توی دوره همی، یا شاید میشه گفت جایی که صحبت از خانواده هستش، دوست و آشنا هستش، داری بزرگواری میکنی، داری خودت رو نشون میدی، داری دستی رو میگیری، داری کمکی رو میکنی که به سبب این حرکت برای تو خیریتی انجام میشه. در این راه خانومی به تو داره کمک میکنه. اگر آقا هستی و این پست رو داری میبینی، فروردینی هستی، روی خانومی که میتونه تقریبا هیکل قشنگ و زیبایی داره و تقریبا پوست نیمه روشنی داره، روی این خانوم حساب باز بکنی. خب برای اردیبهشت ماهی عزیزم، اردیبهشتی، مای فامیلی، اردیبهشتی، این روزها میگه کنار خانوادت بیشتر باش. جمع و جو خانواده شرایط بهبود شدن و حال خوب رو داره نشون میده. سعی کن به خانوادت بیشتر نزدیک بشی. چشمای بد از خانواده به دور باشن برات. از حرف و سخن و حدیث به دور باش. اردیبهشتی تموم شد. خرداد ماهی عزیزم، خردادی، داری این روزها به خودت فکر میکنی، به مال جمع کردن، به شرایط کاری، به جابجایی. اگر میخوای جابجا بشی میگه تقریبا 4 وعده صبر بکن. این جابجایی برای تو حتما انجام میشه توسط یه آقایی که میتونه 2 اسمه یا 2 فامیله باشه، مثل علی رضا یا علی محمدی، مثل همچین چیزی. آقایی که تقریبا بالای 40 سال هستش این راه رو برای تو باز میکنه. اگر کسایی که کار قانونی دارید، کار ارگانی دارید، میگه خبر خوب برای شما میرسه. خبر اوکی شدن این کار برای شما انجام میشه. تیر ماهی عزیزم نیت کن. تیر ماهی میگه از خانومی که کمی موهای قهوه‌ای طور داره، تو اسم یا فامیلیش یه و ه داره، مثل ملیحه، فهیمه. از این خانوم برای تو خبری میشه، راهی باز میشه. این خانوم خیلی اهل گل و گیاه یا حیوان خونگی داره. مراقب باش. تیر ماهی میگه که چیزی رو، اگر داری مالی رو داری به کسی میدی یا حرفی رو جایی داری میزنی، از حرفت خودداری بکن. بر علیه خودت استفاده میشه. اگر تو شرایط عاطفی هستی میگه یه مقدار بگو مگو وجود داره، کوتاه بیا. خب بریم برای مرداد ماهی عزیزم. نیت کن. مردادی، یه مقدار از حال هوای خودت داره میگه این روزا. بیشتر به خودت برس، به جمع دوستات، آشناهات، دوروبریهات بیشتر یه مقدار حال هوای خود رو عوض کن. میتونی به یه خوشگذرونی کوتاه موقت به خودت اصلا یه استراحت به خودت بدی. خیلی داری خودت اذیت میکنی. یه وقتایی آدمی هستی که خیلی ریسک میکنی،
از آدمایی که دور و برت بچه بازی در میارن و متوجه تو نیستن، به تو توجه نمی کنن، از این آدما فاصله بگیر. اصلا به درد تو نمیخورن. تو یه فردی هستی که خیلی مهربون هستی و شرایط خیلی خوبی داری، اما افرادی که دور و برت هستش، آقایی که تقریبا قد متوسطی داره خیلی خام و بچه بازی در میاد که تو اسمش میم و ده هم میتونه داشته باشه. شهریور ماهی عزیز، نیت کن. شهریور ماهی میگه استقلال خیلی خوبی داره نصیبت میشه. اون چیزی رو که میخوای تو به زودی زیر 10 وعده به تو رسیده میشه، به تو داده میشه، به تو یک حکم خیلی خوب. اگر منتظر شانس خیلی خوب، ببین شانس اقبال، موقعیت، کار، عشق، پول، هر چیزی دوچندانش همراه هم برای تو داره میادش. بسیار عالیه. تو اون چیزی که میخوای حتما توی این ماه بهت داده میشه. مهر ماهی عزیزم، نیت کن. مهر ماهی میگه که از طرف آقایی به شما پیامی داده میشه. اگر منتظر یک عذرخواهی هستی، اگر منتظر خبری، کامنتی، پیامی هستی، این آقا به زودی زود به تو خبری داده میشه و اگر قراره برای تو کاری انجام بده، این کار رو برای تو انجام میده و خیریت برات داره. منتظر باش، این حتما به شما پیام میده. اگر آقا هستی و توی شرایط کاری، مالی، اداری، گیری، گرهی چیزی داره، میگه به زودی این گره ها برات باز میشه و راه خیلی خوبی برای تو باز میشه و خبر خیلی خوبی برای تو میاد. این خبر رو ببین، خبر عالی و سفیدی برای شما هستش. آبان ماهی جان، نیت کن. آبان ماهی، بین دو راهی گیر کردی. چرا؟ بین دو راهی گیر کردی و اینکه بین زمین و هوا هستی. میگه که سعی کن تعادل داشته باشی و از فکرهای بیهوده صرف نظر کن. منتظر خبر هستی، داری خیلی به گذشته هات فکر میکنی و اینکه اگر فرد مورد نظر شما اگر رفته، میگه به زودی بر میگرده. از راه دور تو خبر خیلی خوب داری. اگر قرار سفری، جابجایی، کاری انجام بدی، این سفر برای تو خیریت داره. آذر ماهی جان، نیت بکن. آذری، چرا خواب و خوراک نداری؟ چرا بی حال و حوصله هستی؟ آذر ماهی، خیلی با خودت داری کلنجار میری و اینکه انگار احساس میکنی کسی به شما آسیبی وارد کرده. میگه از طرف کائنات تا یک وعده دیگه تو از این حال در میای و برای تو یک شروع جدید، یک تولد دوباره، یک حال بسیار خوب برای تو، چه خانم چه آقا هستی، برای تو اجرا خواهد شد. دی ماهی جان، اونایی که دی ماهی هستن تولدشون مبارک باشه. اسم اول تو بر من کامنت بکن. خب دی ماهی، تنها هستی، تنها داری به راهی میری، تنها داری فکر میکنی، تنها بودن رو این شرایط داری بیشتر میپسندی برای خودت و دنبال یه روزنه‌ای هستی، دنبال یک راهی هستی. این راه برای تو باز میشه توسط آقایی که تو اسم یا فامیلیش الف و میم یه داره، مثل امید، امیر، امین. برای تو این آقا راهی رو برای تو باز میکنه. اگر خانم هستی، کسی که با شما مشکلی داره، مشکلش رو به زودی با شما حل و فصل خواهد کردش. نگران نباش. بهمن ماهی جان، بهمن ماهی میگه که از
تاج و تخت و شرایط بهبود دهنده‌ای برای تو داره میگه. تو اگر اهل ساز و آواز هستی یا موزیک خیلی دوست داری این روزها، میگه بیشتر به حال هوای خودت برس، لباسهای رنگی بپوش، توی محیط آزاد، تو هوای آزاد سعی کن از طبیعت استفاده بکنی، حال هوای خوب برای تو میشه. اگر ارث و میراثی بلا تکلیف داری، برای تو تکلیفش روشن خواهد شد. از وکیل، از قاضی، از امور ارگان قانونی برای تو خبر بسیار عالی و اوکی شدن موضوعی رو داره نشون میده. نگران اصلا نباش، تا پایان این ماه شرایط تو بهبود پیدا میکنه. از لحاظ برکت برای تو رونق میادش، رونق خوبی تو برکت داری. اسفند ماهی عزیز، اسفند ماهی بین زمین و هوای خانوم آقا هر کی که هستی یه مقدار این از چالش ها بیا بیرون، از فکر و خیال ها بیا بیرون. نگرانی های تو با یک جابجایی حل میشه. استوب برات افتاده روی یک استوب، حالا افکاری، عاطفی، مالی اگر هستی از این استوب میای بیرون. برای تو تغییر و جابجایی هستش. میگه این استوب بودن، این سکون بودن و آرامشی که فعلا همه چیز در سکوت داره میگذره به نفع تو هستش. تا یک وعده آینده میگه برای تو تغییراتی پیش میاد. یک کارت دیگه برات میکشم اسفند ماهی که فوق‌العاده برای تو خوب هستش. یه فرد زیرک و باهوش، کسی که مصمم هستش. حالا نمیدونم یه وقتایی کمردرد یا استخوان درد این آقا داره، برای تو راهی رو باز میکنه که بسیار عالی هستش. امیدوارم که از فال ماه به ماهتون خوشتون اومده باشه. همیشه پر انرژی باشید، شانسای تازه براتون به وجود میاد. اگه تو هم میخوای فال کامل برات گرفته بشه، شماره واتساپ من توی کپشن نوشته شده، اونجا میتونی بهم پیام بدی و وقت خودت رو رزرو بکنی تا فال کامل برات با تاروت، پاسور و قهوه برات بگیرم. امیدوارم که از فالتون خیلی خوشتون اومده باشه. تا بتونم همیشه در کنارتون هستم. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.